سلام دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. کاپیتان هستم، برگشتم با یه ویدیو جدید. بالاخره تونستم یه گوشی معمولی دست و پا کنم، یه پوکو M6 پرو. خب بریم که بازی های فابریکی که توی خود گوشی پیدا میشن رو پلی بدیم ببینیم چی. اولین بازی کلمات، یه چیزی شبیه مثلا آمیرزاست. خب اینجا کلمات انگلیسی رو باید بزنین، تن نت و بدک نیست، چیز بازی خوبیه مثلا برای کسایی که میخوان انگلیسیشون رو تقویت کنن. now own one. آره، برای کسایی که حالا انگلیسیشون خوبه میخوان که یا کلمات جدید یاد بگیرن، به شدت بازی خوبیه. MRI آرم مار یکی از کلمات جالبه. بعد رم بعد یه صدای عجیبی داد این بازی، شبیه صدای کلاش آف کلنز. ببین شاید این بازی رو نگه دارم، حالا مثلا خواستم بریم بازی بعدی. بازی از ابتدا به ساکن اد میخواد، ادش هم ردی نیست. What the؟ این دیگه چیه؟ گردونش $4. یه دونه گردونه به چرخونی $4 فری هم داره، فریش هم اد داره. چه بازیه؟ $9 ماهانه من باید بدم. حالا بذار یه بار بازی ببندیم بیام ببینیم چیه. درست میشه درست نمیشه. درست شد. این شبیه بازی توی چیز هست، توی ویندوز شکل‌های مشابه رو میزنی با سه تا باید جمع کنی اینجوری. یعنی من همجوری رو بزنم تمومه. What the؟ سطح بازی تو برم چین. سطح بازی تو برم چین. $4 من بدیم این. فریش هم اومد. خوبه. به همون سیب زمین سرخ کرده داد. خدایا رفت رو اد. 12 seconds later. حالا مگه میبنده ادو؟ آقا ول کن خدا وکیلی. داداش ولمون کن. به زدرش هم نمیاد. صبر کنید. شما جات اینجاست. خب بازی بعدی اسنیک آی او. این بازی رو فکر کنم دیگه همگی پلی دادیم دیگه. بازی چه میدونم، بازی ساده ایه، همه بلدیم دیگه. خب از اون موقع داشتم ترایل بازی میکردم. خب میوه بخوریم. یا خدا این گنده رو ببین. این سرش اینجاست، تهش کجاست؟ غذا. گنده رو زدم. این تمام لوت منو خورد. یا اصلا منم تو رو میخورم. اینم خورد. What؟ فکری دارم. اینم برای شما. خب بریم بازی بعدی. به چه بازی جذابی، چه گرافیکی، چه گیم پلی، چقدر خوب، چقدر باحال. خدا وکیلی تو فکرشون چیا میگذره این بازی رو درست میکنن. الان کی دیگه اینا رو پلی میده؟ مثلا پیرمردا هستن، بچه‌ها هستن، پیرزن. بچه‌ها هم دیگه الان اینا رو پلی نمیدن. الان داداشای من همه کال آف پلیرن. خب شما برو. خداحافظ. این بازی رو دوست دارم، این بازی خوبه. اینو روی سیستم پلی داده بودیم، پلی میدادیم یه زمانی. خوبه، قشنگه.
گرافیکش هم خوبه. این ویروس هایی که اونجا میبینیم منو یاد این بازی کوینه بود، اسمش چی بود یادم رفت، یادم میندازه من. به به خوبه بریم مرحله بعد. برو دیگه آها باید کلکت بزنی. اوکی. این از اوناست که از اول بازی 2 قرون بهت پول میده بعد میگه بیا خرجش کن. آقا ولمون کن، نمیخوام خرج کنیم دیگه. داداش ما از اوناییم که کلاش اف کلنس که پلی میدادیم اول بازی بهمون 4-5 تا ویزارد میداد، ما دو تاشو میذاشتیم بقیه‌اشو نگه می‌داشتیم. حالا تو میگی بیا پول خرج کن. گیم پلیش هم خوبه. جناب باس اومد. اوه باس 56 تاست زرد. تموم شد. خوبه این بازی رو نگه میدارم. اینه بازی. خب این بازی هم فکر کنم که دیگه همه باهاش آشنایی داریم. اینم نگه میدارم، شاید اگه یه روزی دختر کوچولو داشتم بدم بازی کنه. آره خب این بازی هم که معلومه دیگه چیه. بله خب این هم همونه. What؟ خب فقط این یکی مونده. اینم حالا نگه میدارم، شاید حالا یه روزی خواستم آره انگلیسی متقویت کنم. نه من نمیخوام چیزی، فکر بهتری دارم من.